سلام، امیدوارم که خوب باشین. اومدیم با یه ویدیو میکاپ دیگه با مدل خوشگلمون زهرا که میخوایم امروز یه میکاپ خیلی رومانس و رمانتیک و رویایی و بخوام مثلا یه اصطلاحی به کار ببرم، میخوام چشا رو دال آیز کنم، چشای گرد و عروسکی و خیلی فیس عروسکی میخوام درست کنم و این لازمش اینه که من یه مقدار از گلیتر، رنگای دریمی گلیتری مثلا نقره‌ای و اینا میخوام استفاده کنم، لپای گلی میخوام درست کنم و چشما رو قراره گردتر کنیم امروز. من بیس زهرا رو زدم، یعنی یه فاندیشن خیلی نچرال فینیش خیلی ساده زدم براش. این هم هست شارلت تیلبر. این فاندیشن رو زدم، رنگ شماره 5شه. خب میخوام برای سایه از رنگ نقره‌ای استفاده کنم که اینه رنگ نقره‌ای، ولی این سایه‌ای که گلیتریه اگه میخواین خیلی نریزه من پیشنهاد میدم که بذارین داخل پلت یه ذره با فیکساتور یا روغن انگلوت قاطیش کنین که ماندگاری و قوام بهتری بده به میکاپتون و خوشگل تر بشه. این روغن انگلوته، یه عصاره روغن طوریه که با هر پیگمنتی شما قاطی کنی اون پیگمنت رو به شما خیلی با اکستریم ترش میکنه، قوی ترش میکنه، غلظتش رو انگار بیشتر میکنه. خب من یه ذره این سایه رو حالا با هر چیز اسپولی دارین، نمیدونم هر پنس دارین، موچین دارین، هر چیزی که تمیز باشه و تیز باشه، یه ذره پودر میکنیم، یه مقداریشو میریزیم روی پلت و یه مقدار از این روغنمون رو نه خیلی میریزیم روی این پیگمنت سایه‌ای که داشتیم. به ما یه تکسچری میده که دیگه ریزش نخواهد داشت. این میکاپ چون نزدیک ولنتاین و اینا میخواستم یه میکاپ رمانتیک باشه و برای یه میکاپ رمانتیک به جز چشما لبم خیلی مهمه، لبها و بوسیدنی باشه. واسه همین از این محصول استفاده میکنم که لبا نرم و جوسی باشه. اگه وقت داشتین شب قبلش اسکرابم بکنیم. بریم. خب برای چشما من یه خط چشم در نظر گرفتم که از گوشه باشه و به کشیده کردن گوشه چشم یه ذره کمک کنه و میخوام خیلی نازک و مشکی و خیلی میخوام عروسکی باشه دیگه. واسه همین از هر خط چشمی که داره، میتونه آکوا باشه، خط چش ماژیکی باشه، مویی باشه، هرچی باشه. اوکیه. خب برای اینکه بن ماژه رو بگیریم من پلک ذره چشم میارم بالا، فقط بن ماژه رو میزنم. من برای اینکه یه ذره برق بیشتری به وسط چشم فقط بدم و اون گردی چشم ما ببینیم، فقط این قسمت رو یه ذره از این هایلایتر فنتی دایموند بام میزنم، با دستم میزنم. خب میبینین وقتی وسط چشم من هایلایتر زدم و اینجاها اونقدر هایلایت نشده، وقتی که چشم برمیگرده این ور این گریدی وسط چشم خیلی بیشتر معلوم میشه، خیلی عروسکی و دریمی و خوشگله. اگه توی کارتونا و انیمیشن‌های قدیمی هم نگاه کنی این گریدی وسط رو همیشه روش تاکیدی میشه. برای موژه گذاری من از این موژه استفاده میکنم که چند تاییه، نمیدونم بهش چی میگن، ولی بعد سایز مختلف داره، شورت داره همینجوری تا لانگ
من مدیوم میخوام بدم و بیشترم میخوام وسط چشو کار کنم، میخوام چش گرد شه. برای موژه مدل رو میگم پایین رو نگاه کنه، فقط نبنده چششو. و هر یه دونه موژه‌ای که من میذارم حتما چک میکنم، یعنی یه ردیف موژه نمیذارم یهو چشو باز کنه ببینم چی شده. موژه گذاری کردم فقط وسط چشش و موژه نسبتا بلندی هم گذاشتم برای اینکه یه ذره فانتزی تر و عروسکی تر شه. من با ببخشید فرق داشتم. آره ببخشید. یه ذره من با موچین این نوک یه سری این موژه رو برم میچسبونم، خیلی بیشتر عروسکی و گوگولی میشه. خب الان تفاوتی که بین موژه سمت چپ و سمت راست هست رو ببینید. من اینجا سعی کردم با موچین دونه دونه یه سری موژه ها رو برم بچسبونم که یه افکت عروسکی تر و رویایی تری بده. میشه نهایی موژه هامونه. الان میخوام از این دستگاه ایربراش برای رژگونه استفاده کنم. رنگ‌های مختلف داره این ایرپاداش، میتونید هر رنگ مختلفش رو بذارید. من این رنگ یه ذره آجوری طور رو انتخاب کردم. میخوام کامل این قسمت گونه ها رو ایربراش کنم و خوب همش بزنین همیشه برای اطمینان. آها سرخ شد. مثلا یه ذره بیشتره رو با بلندر کم میکنم، ولی خوبی ایربراش اینه که یه لایه خیلی نازک از پیگمنت رو برای ما میاره روی پوست. میبینید چقدر لایه نازکی از رنگ اومده، اصلا انگار وجود نداره. یه ادامه کار چشام از یه مداد نقره‌ای چرب روی دستم اول میزنم که نرم بشه. حالا سر پایین بالا رو نگاه کن. میخوام توی چششو یه مداد نقره‌ای بکشم تر بشه. من حتما ریمل پایین رو میزنم و زیادم میزنم و بیشترم وسط چشم رو میزنم. بالا رو نگاه کن. من داخل چشم نقره‌ای کشیدم، یه هایلایتر اینجاها استفاده کردم و الان برای اینکه ریمل پایینش باز عروسکی تر بشه اون افکت رو بده، من باز موژه رو وسط چشم سعی کردم به هم دیگه بچسبونم. الان برای بینی زهرا من ترجیح میدم که فقط این قسمت رو یه ذره گرد کنم، یه ذره گرد و کوچولو کنم، واقعا یه چیز عروسکی بشه. مثلا از این پلت آناستازیا این رنگی که واقعا رنگ سایه است، انگار سایه میفته، استفاده میکنم. خب برای که بعد این بینی اینجاش یه چیز گنبول گردالویی بشه، یه ذره هایلایتر اینجا استفاده میکنم. کلا ولی راجع به صورت زهرا بخوام توضیح بدم، من عاشق پیشونی زهرا همیشه از اول که دیدم یه وقت نیمرخ شد. صافترین پیشونی جهانه به نظر، واقعا صافترین و خوشگلترین پیشونی که میتونی داشته باشی. خب الان برای که باز یه ذره چشا عروسکی تر و نانازی تر بشه، از همون رنگ سایه‌ای استفاده میکنم با یه همچین براشی. بالا رو نگاه کن، بخند. میبینین اینجا یه چیز گنبولی در میاد، آی بگه اینا. من برای اینکه اینو بیشتر نشون بدم و چش قلمبه تر و عروسکی تر دیده بشه، میام زیرش یه سایه‌ای میزنم. خب این زیر رو که من یه کانتور ریز کردم، دوباره بخند. اونجایی که قلمبه شده رو با همین هایلایتر قلمبه تر میکنم. برای لبها من از این 3 ترکیب میخوام استفاده کنم. ببخشید که روش رنگی کثیفی هست که اینو استفاده میشه. این یه رژ از یو سن لوران نارس و یه دونه خط لب از مکسیلین نمیدونم چه، ولی همش یه تم گلبهی نارنجی طور داره.
که میخوام کلا این هارمونی رو تو صورتش حفظ کنم. و برای اینکه این لبای خیلی عروسکی و بنبل‌طور داشته باشیم، من دوست دارم یه ذره قنچه‌ای، قلوه‌ای و گرد باز باشه. من یه لب، یعنی ترجیح میدم تاکید رو این قسمت صورت باشه، این قسمت لب باشه. یه ذره قلبی میکنم کلا لبا که فانتزی تر بشه. خب من شیپ قلبی که میخواستم رو تقریبا به لبا دادم و دارم دور لبو با این رژ لبه یه رنگ نارنجی آجوری زنگ زده عجیب غریبی داره. این رژ مدادی نارس میخوام استفاده کنم، یه براش برم چون آخرشه. از توش مواد بر میدارم و وسط لبش از این رژ نیکس که مات کاملا و روشن‌تر و برایت تره، واسه وسط لبش استفاده میکنم که روی اون شیپ قلبیمون بیشتر تاکید بشه. این هم لوک نهاییمون، خیلی عروسکی رویایی و همون افکت چشما لبایی که گفتم. امیدوارم لذت برده باشی.